در خدمت شما هستیم در زمین ورزشی شهید پیشگاه هادیان در مجموعه ورزشی شادروان کاپیتان سیروس قایقران در شهر بندر انزلی و دیداری رو از هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران براتون گزارش میکنیم. بازی بین ملوان بندر انزلی و گلگهر سیرجان. فرصت برای ملوان صادقی، موقعیت عالی، میتونه گل باشه و دروازه‌بان توپ رو برگشت میده. عجب موقعیتیه. باز هم ملوان، خطر از بیخ گوش گلگهر سیرجان رد میشه. حرکت باز هم از ملوان ها تو عمق دفاع. فرصت برای همه کار، میتونه دروازه باز بشه. حالا دفاع دخالت میکنه. عجب موقعیتی رو از دست میده ملوان. لحظاتی تیم برتر میدان هست، تیم میزبان. حالا فرصت برای گلگهر سیرجانه. چه بازی شده توی محوطه جریمه. این بار دروازه‌بان ملوان توپ رو جمع میکنه، کنترل میکنه. مهدی تیکدری نژاد، شوت راه دور، فرصت، توپ از روی تیر افقی، زوزه کشان توپ به بیرون میره. موقعیت خوبی بود برای گلگهر سیرجان. خیلی خوب زد با روی پا، یه مقدار پایین تر بود که این فصل اومده بازیکن سابق سایپا و فولاد و همینطور سپاهان. فرصت برای تیم گلگهر سیرجان. نزدیک بود که دروازه باز بشه. توپ از کنار دروازه به کرنر میره. شانس آورد دروازه‌بان. اینجا ببینید تیکدری نژاد اومد اینجا، میتونست دروازه رو باز بکنه. خودش بود و دفاع و دروازه‌بان. رضا جعفری رو زمینه. این صحنه رو هم ببینید. اینجا برخورد افسرده است با رضا جعفری. از اتاق VAR یه چیزی میگن به داور مسابقه. همون صحنه برخورد تو محوطه رو احتمالاً میخواد بررسی بکنه. صحنه مشکوک به پنالتی خواهد بود. دقیقه 25 بازی باید توپ رو روی نقطه پنالتی بکاره آقای پیام حیدری. به نظرم تیکدری نژاده که باید بزنه. میره سمت توپ، میزنه و خلاف جهت دروازه‌بان دروازه رو باز میکنه. حساب کار 1-0 به سود تیم گلگهر سیرجان میشه و اینم گلی که گلگهر از روی نقطه پنالتی توسط تیکدری نژاد داخل دروازه فرزاد طیبی پور جای داد. اون سالی که پرسپولیس رسید به فینال لیگ قهرمانان آسیا با یحیی گل محمدی، عیسی کثیر اوج بازی‌های خودش رو در پرسپولیس انجام داده بود. همین بازیکن شماره 72 عیسی کثیر که سفر زده. ملوان پشت دفاع، این میتونه گل باشه. نشد، توپ عبور کرد. شوت با پای چپ، ضربه عالی، توپ از کنار دروازه به بیرون میره. عجب شلیکی بود. باریکلا. قائم اسلامی خواه فصل پیش یادتونه یه ضربه کاشته زده بود. آل کثیر میفرسته و دروازه‌بان با نوک پنجه‌هاش بیرون میاره. موقعیت خوبی بود برای ملوان. توپ رو دور میکنند. حالا حمله از بازیکن‌های گلگهر سیرجانه. به نظرم هند شد. به هر حال داور ادامه میده. این صحنه‌ای که آل کثیر زد. سانتیمترهای کنار تیر عمودی از دست دادن. ببینید چه کاشته‌ای زد آل کثیر. به نظرم یه چیزی تو گوش داور دارن میگن. صحنه رو ببینید. اینجا از پشت شارژ کرد بازیکن رو. احتمالاً پنالتی میشه و اینجا افتاد. پنالتی نیست. حمله از بازیکنان گلگهر. این میتونه گل باشه برای گلگهر. میتونه گل دوم باشه. نشد. نفس‌ها رو در سینه حبس میکنه اما توپ گل نشد. خیلی موقع باز هم اشتباه. و حالا فرصت برای گل دوم. این یکی دیگه میتونه گل دوم باشه و همین هم میشه و توپ داخل دروازه جای میگیره. دیگه برای ملوان فرقی نمیکرد باخته 1-0 یا 2-0 فرقی نمیکرد. میخواست که گل رو جبران بکنه. اون گروهی دفاع رو داده بود که در نهایت هم تیم گلگهر از فرصت استفاده کرد و برای دومین بار دروازه رو باز میکنه. مقابل پرسپولیس خواهد بود در تهران. پایان بازی تیم‌های فوتبال ملوان بندر انزلی و گلگهر سیرجان. بازی 2-0 به سود گلگهر سیرجان تمام میشه.